Biz Abxaziya Respublikasida ishlayotgan o'zbek صدها مهاجران ازبک در مرز ابخازستان و روسیه از سبب نبودن امکانیت برگشتن به وطن مجبورند در کوچه ها زندگی میکنند. وزارت کارهای خارجی ازبکستان و سفارت در روسیه به مراجعت شهروندان اعتبار نمیدهند. در این باره سامانه کنعوز با استناد به مهاجران ازبک در ابخازستان خبر داده است. به گفته رینات یوسوپوف از سرخندریا، در حال حاضر تقریباً 2000 شهروند ازبکستان در ابخازستان قرار دارند. آنها برای کار کردن از روسیه به اینجا آمدند. وقتی که مرزها بر اثر پاندمی بسته شدند، شهروندان ازبکستان به بیکار کردن محدودیت‌های کرانتین امید داشته در اینجا ماندند. تقریباً 3 هفته قبل مقامات ازبکستان وعده داده بودند که شهروندان خود را از ابخازستان بیرون خواهند آورد، اما مهاجران مهنتی تا حال در کشور بیگانه باقی میمونند. نمایندگی دیپلماتی ازبکستان در روسیه نیز به مراجعت‌ها واکنش نشان ندادند. ما نمی‌خواهیم که حکومت ما را رایگان ببرد. ما برای پروازهای چارتری مبلغ داریم و ما تنها از ابخازیه به روسیه گذشتن لازم است. خشمگین شده میگوید مهاجران مهنتی از بی‌عملی مقامات ازبکستان. شهروندان ازبکستان برای بازگشت به وطن باید وارد قلمروی روسیه شوند. در حال حاضر تنها به شهروندان روسیه و ابخازستان گذشتن از مرز اجازه داده شده است.